سلام. اگه شما هم جزو اون دسته از افرادی هستی که به آقای پزشکیان رأی دادی به امید تغییر و الان با معرفی کابینش متوجه شدی که رکب خوردی، شاید این ویدیو مناسبت باشه. تقریبا 2 ماه پیش بود که یه توییتی توی توییتر منتشر کردم، چقدر تو داشت. یه توییتی توی توییتر منتشر کردم و اونجا عرض کردم که نقطه دارک ماجرا اینجاست که در نهایت یکی از این 6 نفر که اون موقع 6 نفر نامزد انتخابات بودن قرار هست که رئیس جمهوری مملکت بشن. واقعا هم همین بود. هیچ تفاوتی نمی‌کرد که کدوم این عزیزان رئیس جمهور بشن، چون همشون داشتن یک حرف رو می‌زدن، فقط ادبیاتشون با هم دیگه تفاوت می‌کرد. احترام می‌ذاریم به نظر اون عزیزانی که رفتن رأی دادن، نظر اون عزیزانی که نرفتن رأی بدن و نظر اون عزیزانی که اصلا دنبال نکردن که ببینن که برن رأی بدن یا ندن. به هر حال شده آنچه که نباید میشده و آقای پزشکیان شدن رئیس جمهور. من فکر میکنم که اگه خود سعید جلیلی میدونست که کیا قراره بشن وزرای آقای پزشکیان، خودش انصراف میداد به نفع پزشکیان، چون خود جلیلی هم به این خوبی نمیتونست انتخاب بکنه افرادی که منطبق باشن بر اون مشی قدیم. آقای ظریف هم که توی یه حرکت ظریف خودش رو کنار کشید. حالا نمیدونم از اول برنامه همین بود یا اینکه نه، ظریف هم رکب خورد. اما چیزی که هست، عده‌ای که رأی خفته محسوب می‌شدن، عده‌ای که توی قشر خاکستری جامعه بودن، به اعتبار آقای ظریف که چرا حالا باید بهش اعتبار میدادن یا نمیدادن، اومدن و وارد گود انتخابات شدن، رأی دادن منظورم هست، و از بین گزینه‌های موجود آقای پزشکیان انتخاب کردن. یه شورای راهبری آقای ظریف تشکیل دادن و میگن که الان این افرادی که معرفی شدن به مجلس تحت نظر شورای راهبری نبودن، به همین خاطر آقای ظریف هم کنار کشیدن. البته میگن این کنار کشیدنشون به خاطر فشاری بود که نهادهای امنیتی به خاطر دو تابعیتی بودن فرزندانشون بهشون آوردن، اقامت خارج از کشوری که داشتن توی کشور امریکا. اینقدر بازی پیچیده‌ای هست که ترجیح میدم داخلش نیام. اما چیزی که هست اینه که توی قدم اول وعده‌ای که آقای پزشکیان دادن توی همین بسم الله کار اونجوری که باید در نیامده. ایشون میفرمودن که قرار هست که از بانوان توی مسندهای بالا استفاده کنن که فقط یه وزیر پیشنهادی وجود داره، اونم اگه رأی بده اونم برای راه. ایشون میفرمودن که از شیعه، سنی و بقیه ادیان قرار استفاده شه و به اصطلاح تخص بشه قدرت بین بقیه هممیهنان کشورمون که همچین اتفاقی هم نیفتاده. ایشون وعده جوانگرایی میدادن که الان میانگین سنی کابینه‌شون 60 سال هست. عجیب واقعا، 60 سال برای کسی که شعارش جوانگرایی بوده. و انگار که از 40 سال پیش تا الان هیچ کسی توی این مملکت رشد نکرده که بتونه کاری انجام بده و هر چی رشد یافته هست مال همون دوران هست. عرض کردم نمیخوام وارد اینها بشیم، اینجور مسائل بشیم، فقط به تنها چیزی که میتونه به معیشت من شما ارتباط پیدا کنه میپردازیم. وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور. وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور ما برخلاف خیلی از جاهای دیگه دنیا میتونه خیلی مثمر ثمر ظاهر بشه به خاطر منابعی که در دسترسش هست، به خاطر سیاست‌گذاری‌های درست که اگه روش انجام بشه و تمولی که کشور ما توی قضیه نفت داره، میتونه خیلی مفیدتر واقع بشه. میتونه از ایران یه چیزی، زشته بخوام این حسرت رو بخوریم، ولی از ایران میتونه یه چیزی شبیه قطر، کویت، امارات یا حتی عربستان در بیاره. اما میدونیم که هیچ وقت وزارت اقتصادمون نتونسته اونجوری که باید کارش رو انجام بده. آقای همتی آدم شناخته شده‌ای هست تقریبا برای همه ماها. حالا هر کسی پلکانی میتونه شناخت روشون داشته باشه. ایشون نفر اولی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران بودن، دکتراشون هم تو همین دانشگاه گرفتن و به عنوان مدیر کل بانک مرکزی کشور شاید خیلی‌ها بشناسنش توی دوران آقای روحانی، اما خب از قبل‌تر هم میشه شناختشون. خدمات ارزنده‌ای رو ایجاد کردن ایشون توی صنعتی شدن بیمه توی ایران و بحث این که بیمه‌ها خصوصی بشن و بیمه‌ها آزاد بشن و خیلی اتفاقات بیفته توی بیمه که من فکر می‌کنم مناسب بود، دست کار آقای همتی هست. حتی آقای همتی همون عزیزی هستن که پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره ارزی رو به دولت آقای خاتمی دادن. صندوقی که توی اون دوره تشکیل شد، خیلی هم خوب پر شد، اما خب دیگه بعد توی ادوار مختلف دست آقای احمدی نژاد و به ترتیب همینجوری اومد. صندوق معمولا خالی بود و چیزی نبود، بخشش هم به خاطر تحریم ها طبیعتاً از دست رفت. میخوام بگم که آقای همتی یه همچین دیدی داشتن، ولی خب تجربه نشون داده که هر چی اومدن جلوتر یه خورده دیدشون با ماها فرق کرد و رفتن به سمت و سویی که زیاد نمیشه کاری انجام داد. توی 2 سال گذشته اگه توییتر آقای همتی یا رسانه‌های آقای همتی رو دنبال کرده باشید، بعد از اینکه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدن توی سال 1400 و رأی نیاوردن، به عنوان کاندیدای مستقل اصلاح طلب وارد گود انتخابات شدن و رأی نیاوردن، اگه از اون به بعد دنبالشون کرده باشیم ببینیم که یه مسیر خیلی نرمی رو دنبال کردن برای اینکه سر زبون بمونن تا شاید یه همچین موقعیتی رو بتونن کسب بکنن و اون هم انتقاد کردن بود. کاری که خیلی ساده است.
همین کاری که الان من دارم میکنم، بشینم اینجا توی ماشینم، کولرم روشن باشه، آهنگو قطع کردم، بشینم و انتقاد بکنم. واقعا غیر از هزینه‌هایی که میتونه برام داشته باشه از لحاظ که خودتون میدونید، چیز دیگه‌ای برام نمیتونه داشته باشه. آقای همتی هم اومد یه همچین مسیری رو پیش گرفت و هر روز به یه نفری توی دولت آقای رئیسی پرید. دولت پر ایراد آقای رئیسی. یا خلا دارم این صحبت‌ها رو میکنم فرض بر این نشه که من اصلاح طلبم یا من اصولگرام یا نه، من یه شهروند ایرانی هستم که دلم میخواد مردم کشورم توی شرایط مناسبی زندگی بکنم. پس تفاوت اونهایی که من از پیج اینستاگرامم دنبال میکنم و میشناسم میدونن که تفاوتی برام نمیکنه که چه کسی توی مسند قدرت باشه، فقط دلم میخواد یه جوری باشه که مردممون راحت زندگی کنن. آقای همتی زبان انتقاد تند و تیزی هم داشتن و هر روز ایراد میگرفتن، هر روز یه سری مسائل رو گوشزد میکردن به کابینه آقای پزشکی، آقای رئیسی، و انتقادات هم انتقادات به جایی بود. اون موقع که داشت چاپ پول انجام میشد، اون موقع که میزان نقدینگی داشت زیاد میشد، اون موقع که وضعیت بورس رها شده بود، آقای همتی انتقاد خیلی خوبی میکرد و الان همه ما منتظر هستیم که ببینیم توی گام اول آیا رأی اعتماد از مجلس میگیرد یا نمیگیرد، و بعد اگه گرفت حالا میخوایم ببینیم خودش چیکار میخواد بکنه. مثل این منتقدان فیلم هستن که کلی فیلم ها رو ایراد میگیرن، بعد میگیم حالا تو برو یه فیلم بساز، میریم میبینیم یه چیزی میسازن عجیب. الان هممون منتظریم ببینیم همتی چیکار میکنه. اما من میخوام دوباره یه پیش‌بینی دیگه‌ای بکنم، بگم همتی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی اگه توی این کابینه نیمه آشنا برای ماها و ناآشنا برای مردم انتظار ایجاد تغییر داری و فکر میکنی ایران قرار گل و بلبل بشه و فقط آدم شناس جمعتون آقای همتی هست، باید خدمتتون عرض بکنم که از همتی هم کاری بر نمیاد، به خاطر اینکه ابزارهای لازم برای این کار اولا که در اختیارش نیست، دوم اینکه توانش نداره. آقای همتی توی سوابقش داره نشون میده که همیشه نفر دوم خوبی بوده، مدیر خوبی بوده، رهبر خوبی برای یه مجموعه هیچ وقت نبوده. کاری که بهش سپرده بشه رو میره خوب در میاره، اما اینکه خودش بفهمه چه کاری رو باید درست انجام بده از نظر من توی کارنامه‌اش نداره و نمیتونه این کارو بره درست انجام بده. فکر میکنم توی قدم اولی که آقای همتی برمی‌دارن این هست که میزان نقدینگی توی کشور رو بازم کاهش میدن. هم اتفاقی که این روزها داره میفته، بانک‌ها میبینید که وام نمیدن، وام‌ها رو به سختی میدن، حتی وام‌هایی که از قبل داده شده و الان وقت تمدیدشون هست رو بانک‌ها باش مقاومت میکنن، بخشش رو تمدید میکنن، بخشش رو میندازن به بهانه‌های مختلف، نبودن ضامن و جور نشدن وثیقه و نمیدونم تودیع نقدینگی و اینجور چیزها، و پرداخت نمیکنن. آقای همتی میاد این فشار رو بیشتر میکنه. بس به هشدار میدم اگه دنبال نقدینگی برای برج 7 تا 8 میگردی، از همین الان شروع کن به درخواست وام دادن تا سیاست‌هاشون روی بانک‌ها ننشسته، به خاطر اینکه حرف شنوی زیادی هم بانک‌ها از ایشون دارن، چه اون موقعی که بانک سینا بود، چه اون بعد که اومد بانک ملی و چه بعد که شد رئیس کل بانک مرکزی. خیلی آشنایی زیادی توی بانک‌ها داره و کسی مقاومت نمیکنه در برابر نظرات ایشون. فکر میکنم اولین جایی که روش فوکوس میکنن جمع کردن نقدینگی از سطح کشور باشه که خیلی خوبه. اگه بتونه این کار رو انجام بده خیلی خوبه، اما خب نمیتونه انجام بده. فقط میاد وام ها رو به اقشار ضعیف جامعه که 100 تومن 200 تومن باشه پرداخت نمیکنن، ولی اون وام های کلونی که باعث ایجاد نقدینگی در سطح کشور میشه همچنان پرداخت میشه. یعنی شما میری یه وام 200 میلیونی بگیری، بهت میگن نه نمیدیم، نداریم، بهت 50 تومنشو میدن. اونی که میره 5 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد و چندین همتی وام میگیره، خیلی راحت وامش رو میگیره. پس عملا فشارش برای ما میاد، اما اون اتفاقی که باید بذاره به خاطر جمع کردن نقدینگی توی مملکت نمیذاره. آقای همتی یکی از اون افرادی هستن که عاشق دستور دادن هستن و اقتصاد دستوری طبیعتا دوباره میشه. از اینایی که شب میخوابی صبح بلند میشی دستور میده فلان کارو نکنید یا فلان کارو بکنید، که خب بازار به حرف آدم ها، بازار به هیچ دستوری گوش نمیده، بازار مسیر خودش رو میره. اقتصاد کلا چیزی هست که توی بازار آزاد، یه لفظی هست، یه اصطلاحی هست، تو بازار آزاد شکل میگیره و خوشش نمیاد کسی براش تعیین تکلیف بکنه. اما آقای همتی نشون داده که خیلی از این رویه میخواد استفاده بکنه. منم های زیادی قرار تو این قضیه بشنویم ازشون. قیمت ارز رو بعد میخوان با کمک مدیر کل بانک مرکزیشون کنترل بکنن و خیلی از مسائل دیگه‌ای که قراره یه شبه تصویب بشه. بهتون هشدار میدم اگه توی بخش صادرات فعال هستید، تعهدات ارزی که برای خودتون ایجاد میکنید و مراقبش باشید. اگر قول فرستادن جنسی چیزی میدین، حواستون باشه که خیلی اتفاقات قراره بیفته توی بخش ارز و یه وقت خدای نکرده دینی از این بابت گردنتون نباشه که باید خسارت خیلی سنگینی روی قرار تا پرداخت بکنید. در مجموع اگه بخوام فکر بکنم، به نظر من اگه آقای همتی رأی نیاره از
مجلس خیلی بهتره، چون حداقل اینه که ما اون پیش زمینه رو نداریم که همون که فکر می‌کنم میاره. یعنی گزینه دیگری فعلا یا طیب نیا رو باید معرفی کنن که 100% آقای طیب نیا بهتر از آقای همتی بود برای این وزارت و شاید یکی از دلایلی که اصلا ظریف خودش رو کنار کشید از این شورای راهبری، از اون سمتی که نمیدونم چی بود بهش داده بودن توی دولت پزشکیان، اومدن یه سمتی برداشتن آقای ظریف که نیازی به تایید نهادهای امنیتی نباشه، اما بعد دیدن که نه، کار خیلی پیشرفته از این حرفاست و نیاز به تایید اونها هم وجود داره. شاید برای همه ما خیلی بهتر بود که طیب نیا وزیر اقتصاد میشد. نظر منه، نظر شخصی، میتونه مثل همه نظرها اشتباه بشه، اما نشده دیگه و الان گزینه‌ای فکر نمی‌کنم غیر از آقای همتی باشه برای این پوزیشن. چه از اون موقعی که توی صدا و سیما فعال بودن، چه از اون موقعی که ستاد خبری یا اطلاع رسانی جنگ رو داشتن، آدمی هست که خودش رو اثبات کرده و توی مسیر داره میاد جلو و فکر نمی‌کنم برای تایید نکردنش بهونه‌ای وجود داشته باشه آقای همتی رو و این نمیتونه برای مناسب باشه. وزیر خوبی ما برای وزیر اقتصاد به وزارت اقتصاد نداریم. تغییر ایجاد میشه، آره تغییر ایجاد میشه، اما آیا اصلاحی انجام میشه؟ نه. تغییرات مدتی، کوتاه، دستوری، لحظه‌ای، اما اینکه انتظار داشته باشیم همه چی گل و بلبل میشه، نه پزشکیان آدم این کار بود، نه همتی آدم این کاره، نه بقیه وزرا نشون میدن که اتفاق میفته. و رک بهتون بگم، من شدیداً دوست دارم که خانم هریس توی امریکا رئیس جمهور بشه، به خاطر اینکه یه وقت حالا خدای نکرده پامون تازه نخواد به جای دیگه باز بشه. رک بهتون بگم، شاید اونهایی که با کل نظام و حکومت زاویه دار باشن فکر میکنن که بهتر باشه ترامپ باشه تا از بیخ و بن برچیده بشه، اما باید خدمتتون عرض کنم که این به خاطر ضعف دیدی هست که ما داریم که فکر میکنیم اگه ترامپ بیاد تغییرات اساسی توی بقیه کشورها میتونه رخ بده. نه، حالا وارد خیلی از مسائل نمیخوام بشم چون فضای یوتیوب، فضای رسانه جوری هست که یه حرفی رو ما میزنیم و بعد ما باید بریم براش جواب پس بدیم. نمیخوام وارد این قضایه بشیم، ولی چون تغییر قرار نیست ایجاد بشه و بهتر هست که شرایط مردم از این بدتر نشه، امیدوارم با این وضعیت آقای پزشکیان و این وزرا و این مجلس و این شرایط اقتصادی که ما داریم، این درگیری قریب الوقوعی که با اسرائیل ممکنه پیش بیاد، همین روزها پیش بیاد، بهتر هست که خانم هریس باشه که تازه نخواهیم درگیر داستانهای ترامپ و دیوونه بازی هایی که عاقلانه از سمت خودش بشیم، که فکر میکنم شانس خانم هریس هم بیشتر باشه. قول داده بودم یه دونه تحلیل راجع به شرایط انتخابات ایران مقایسه بعد از انتخاب ترامپ یا هریس هم بذارم که حتما آماده میکنم خدمتتون ارائه میکنم. تا اینجا فقط اومدم که بگم که اون چهره شناخته شده ای که هممون میشناسیم و آقای همتی هست نمیتونه زیاد مناسب باشه برای این سمت و انتظار تغییر اساسی نداشته باشیم، کلاهمون رو صفر بچسبیم که باد نبره و اون انتظاری هم که از آقای پزشکیان داشتیم توی قدم اول مشخص شد که مخصوصا با معرفی وزیر کشور و خیلی از داستانهای دیگه نشون داد که انتظار بی جایی بوده. بیشتر صحبت نکنیم که یه وقت هم خودمون تأثیر نمی‌کنیم هم برای شما زمان بر نشه. در هر صورت یادتون باشه که پول پشت دیوار دانش قرار داره و برای رسیدن بهش باید ازش بالا برید. تا سلامتی روی سرتون باشه. خدا نگهدار.